سلام بچه‌ها، چطورین بچه‌ها؟ اینجا هم ولتون نمی‌کنم یه ویدیو خیلی خفن گفتم بیام ویدیو بگیرم ببینیم که بررسی کنیم که تو ساحل باید چی بپوشیم. تو ساحل داستان چیه؟ من خودم چون اومدم لب دریا یاد این ویدیو افتادم که براتون بگیرم، واسه همین اوضاع زیاد خوب نیست، فقط از این ویدیو زیبا و حرفای من لذت ببرید. بریم ببینیم که توی ساحل باید چی بپوشیم. تو ساحل باید لباسای نسبتاً رنگ روشن بپوشین، چون لباس مشکی حالا همه میدونید دیگه جذب نورش بالاست و داستان میشه واسهتون عرق میکنید و حس خوبی رو بهتون نمیده و لذت نمیبرید. این یه نکته که همه میدونن. و نکته بعدی این که لباسای ساحلی اصولاً از نخ درست شدن و پلاستیک توشون خیلی کم باید باشه. و حالا چیزایی که امسال ترنده، لباسای رنگ کرم، سفید و لباسای کنفی که حالا پیراهنای مردونه و لباسای بلند ساحلی که واسه خانوما هست، همشون کنفی طورن و بافت خیلی خنکه، وقتی باد میاد واقعا حس لذت بخشی رو بهتون میده. و واسه آقایون لباسای یقه کوبایی خیلی ترند شده امسال که میتونید لب ساحل استفاده کنید. خانوما میتونن از پیراهنای بلند ساحلی که باز امسال خیلی ترند شده استفاده کنن. واسه اکسسوری عینکای ظریف استفاده کنید، کلاهایی که بتونه صورتتون رو تا یه حدی سایه بندازه که صورتتون هم نسوزه. و چرا میگم عینکای ظریف استفاده کنید؟ واسه اینکه سنگین نباشه. شما هر کاری بکنید که حجم لباساتون و چیزایی که بهتونه کمتر باشه توی ساحل، حس لذت بخشتری واسهتون ایجاد میکنه و میتونین از اون تایمتون بسیار بسیار لذت ببرین و خوش بگذرونید. پس هرچی میتونین المانای لباستون رو کم کنید، لباسای سبکتر، نازکتر بپوشین تا بتونین خیلی حال کنید. و کرم ضد آفتاب حتما بزنید که صورتتون اینه من الان نسوزه. و همین دیگه، نکته خاصی نمیمونه و خودتون دیگه میفهمید چه لباسی میتونین واسه ساحل استفاده کنین که مناسب اون فضا و اون حال و هوا باشه. حالا یه خورده ساحلای ایران با جای دیگه دنیا فرق میکنه، ولی میتونین یه کارایی بکنید که باحال بشه استایلتون توی ساحل. بچه‌ها اینم یه ویو خفن بهتون بدم. بله اینم منم. خیلی خوب بچه‌ها، امیدوارم این ویدیو دوست داشته باشین. این ویدیویی بود که خواستم بیام همینطوری ببینمتون و امیدوارم لذت برده باشید از این ویدیو و حرفای من. اگر ویدیو منو تازه میبینید حتما به چنلم سر بزنید. یه چنل باحال داریم راجع به استایل و اینا صحبت میکنیم، حتما خوشتون میاد یه سری بهش بزنید. عشق منید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا بای.